حدوداً 5-6 سال پیش من عاشق موتور سواری بودم. یه دختر بودم که با موتورهای بقیه که حالا تو پارکینگ بود، مال فامیلامون بود، عکس میگرفتم میذاشتم تو مثلا وایبر و لاین و این ور اون ور، بعد همه تشویق میکردن که آفرین خانم موتور سوار و اینا. و خب من میدیدم که توسط این دیده میشم و وانمود میکردم که موتور سواری بلدم. تا یه جایی رسید که یکی یه موتوری آورد گفت خب تو که همش میگی بلدی سوار شو. من نتونستم سوار شم. اونجا بعد به این فکر افتادم که موتور سواری رو یاد بگیرم. حالا چیکار باید میکردم؟ پول نداشتم برم کلاس، اصلا اون موقع هیچ آموزشگاهی نبود، یا اگر بود من نمیتونستم هزینه‌شو پرداخت کنم. نمیخواستم از دوست آشنا یاد بگیرم چون به همه گفته بودم که من موتور سواری بلدم. در نتیجه رفتم توی یوتیوب. تازه موقع یوتیوب خیلی دیگه با کلاس و اینا بود. توی جاهای دیگه لاین، وایبر، آپارات اون موقع تازه اومده بود. اینستاگرام خیلی کم بود ولی بودن همشون. هر چقدر گشتم هیچکی از پایه هیچی رو یاد نداده بود. یعنی مثلا همین الان خیلی از خانم‌ها این شکلی ان، نمیتونن هزینه شهریه بدن. مثلا موتور چی میبینن؟ یه موتور میگه خب این موتور با یه عالمه پیچ و مهره، اصلا نمیدونن این چیه اون چیه، فقط میگن این موتوره. این ویدیو مخصوص خانم‌هاست، مخصوص کساییه که هیچی از موتور نمیفهمن. یعنی موتور رو نگاه میکنن میگه خب این موتوره دیگه. الان قراره اسمای حدوداً تخصصیشو بهتون بگم و موتور اتومات و موتور دنده‌ای رو بهتون نشون بدم که اگر توی خیابون تو موتور دیدی حداقل فرق اتومات و دنده‌ایشو بفهمی. نیازی نیست خیلی چیزای حرفه‌ای یاد بگیری، مثلا چه جوری تک چرخ میزنن و اینا. نه، این خیلی پایه است. فکر کنم کسایی که مثلا خانومن و اصلا شرایط آموزش موتور سواری رو ندارن اینو ببینن خیلی بهتره. و مورد بعدی که الان 5 سال گذشته اینجا آموزشگاه موتور آموزه، ما یه آموزشگاه زدیم، اینا رو به خانم‌ها یاد میدیم و خب این اولین ویدیوی چنل منه. مرسی که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید. لطفا از من حمایت کنید که چنلم بیاد بالا. حالا پیج اینستاگرام و اینها هم داریم که براتون آیدیشو این پایین گذاشتم. ممنون میشم که همراه ما باشیم. بریم سراغ قسمت بعدی. خب بچه‌ها، این موتور دنده‌ای، این موتور اتوماته. این شبیه دوچرخه است، یعنی تنش یه سر است. این یه ذره فرق داره، یعنی دو تا پا جلو قرار میگیره. حالا بریم فرقاشو ببینیم با هم دیگه چیه. ببین اینو نگاه کن، وقتی که داری نگاهش می‌کنی شبیه دوچرخه است. وقتی که سوار میشی یه پات اینور قرار میگیره، یه پات اینور. و فرقش با موتور اتومات اینه که این کلاج و دنده داره و موتور دنده‌ای به حساب میاد، ولی اون یکی فقط گاز و ترمزه. این یکی رو نگاه کن، این سوار شدن شبیه انگار سوار موبیل داریم شی، یا داری میشینی روی پاهات از جلو میاد و زیر پات هیچ چیزی نیستش که مثلا بخوای دنده بزنی حرکت بدی موتور رو، فقط یه جاییه که پاتو قرار میگی روش. بریم سراغ قطعات موتور. دستم نمیاد که اولین ویدیوشه، اینا رو نذاری بچه‌ها. اگه اینا رو نیکنام ادیت کرد گذاشت سابسکرایب کنید. خب ببین من بلد نیستم دیگه، اولین ویدیوشه، این اینستاگرام هی دارم میگم. بچه این کلگیه، چراغ جلو، کیلومتر و راهنماها رو کلگی قرار میگیره جلوی موتوره. این فرمون موتورمه، سمت چپ کلاجمه، سمت راست ترمز جلو و گازمه. این باک موتوره، زین موتوره، رینگ جلو عقبو گفتم. حالا اینجا انجین موتوره. انجین چیه؟ انجین همونیه که پیستون توشه، صفحه کلاژ توشه، همون پیچ و مهرهایی که همه مثلا نمیدونن، خانم‌ها نمیدونن چیه، این تو قرار میگیره. توی همه به کل این میگن انجین. این جلو هم رادیاته. این موتور دنده‌ای. پس چی شد؟ کلاج، ترمز و گاز و اینا داره و حالا زیر پاتون یه سری چیزای دیگه است مثل دنده و ترمز عقب و اینا که اصلا اینا میره تو لول بعدی که توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. بریم سراغ موتور اتومات. حالا موتور اتومات چیه؟ ببین فرقش مثلا تو ظاهر نگاه کنی، اینجا بازم کلگی داره، چراغ جلو، راهنما، کیلومتر، اینم هست، زینش هم اینجاه. و حالا انجین اون موتور دنده اینجا بود، انجین این اینجاه. خب یعنی یه ذره عقب‌تره. و مورد بعدی چیه؟ اینکه وقتی سوار موتور میشی مثل اون زیر پات اهرمی نیست. چرا؟ چون این موتور اتوماته. اون گاز، کلاج، ترمز، دنده داره. این گاز و ترمز داره، یعنی کلاج و دنده نداره. و توی اون موتور ترمز جلوش زیر دسته، یعنی اینوره، و ترمز پاییش یا ترمز عقبش اینجاه. اما این موتور این شکلی نیست. سمت راست ترمز جلو گازه مثل اون، سمت چپ ترمز عقبه. توی اون ترمز عقب اینور نیست، زیر پاه، و توی اون سمت چپش کلاجه. و کلا مدل سوار شدن شیشگیه. پس نتیجه گیری چی شد؟
اگر موتوری دیدین توی خیابون که اینجا خالی بود، عین مبل بود، طرف سوار شده و اینطوری بود و زیر پاش هیچی نبود، این موتور اتوماته. اگر اونور توی خیابون موتوری دیدین که شبیه دوچرخه است، یعنی این تنش یه سر است، زیر پای اون طرف اون راننده از این چیزا داره، از این مثلا نکن فقط جا پای نهایی اهرم اضافه تر اینجا داره، این موتور دنده‌ایه. و خب این ساده ترین حالت مثلا دیدن یه موتوره و حالا تشخیص دادنش که اتومات یا دنده‌ای. مرسی که لایک کردین. اگر سفیدش نکردین سفیدش کنین لطفاً، از من حمایت کنین که این چنل بره بالا. و حالا تو ویدیوهای بعدی و روزهای بعدی سعی میکنم که لول به لول بذارم و تا مرحله آخر به آموزش موتور سواری کامل تو این چنل برسیم.